آماده اید بچه ها؟ بله آقای گوست. نشنیدم صداتونو. بله آقای گوست. اون میاد بیرون با خوشحالی. فرشاد سایلنت. امروز ویدیو جدید چی داری؟ ریاکت به کسچه. کانتنت فرشاد خیلی عالیه. فرشاد سایلنت. امروز با کی ویدیو بیرون میده؟ سودنگ نشد یکی دیگه. الان داره یه لقب جدید. فرشاد سایلنت. نه حالا با من تکرار کنی. فرشاد خایلنت. اومدی بالا با مال کشی. فرشاد خایلنت. بیا زیر پل بکنیم بازی گوشی. فرشاد خایلنت. پشکی آن بیت اومده به گادت میتونی بکنی سرشو بوس. ولوم خنده هاتت و فاکتره از صدای ساز اختاپوس. با 800 تا فیدی هنوز صداشو در نمیاری ممو جون. یه ماه واسه اینا اون نمالی که چنلت میخوابه فری جون. نه من اصلا ندارم تحصیل نمیگیرم واسه تو لوکی. نه تو پارت هزارام سوتی آنلاین ها تو که مدیونی به کووید 19 تا 10 تو دهتت کرده. بودقشم حتی شرمنده خواهی هاشونو کردی نرده. بری بالا بشی ارزنده. ریاکتاتم شده فیک خنده. به تو میشه گفت یه بازنده. حتی فناتم کرده رنده. بکش بیرون دیگه بابا بسه. اون میاد بیرون با خوشحالی. فرشاد سایلنت. امروز ویدیو جدید چی داری؟ ریاکت به کسچه. کانتنت فرشاد خیلی عالیه. فرشاد سایلنت. امروز با کی ویدیو بیرون میده؟ سودنگ نشد یکی دیگه. الان داره یه لقب جدید. فرشاد سایلنت. نه حالا با من تکرار کنی. فرشاد خایلنت. اومدی بالا با مال کشی. فرشاد خایلنت. بیا زیر پل بکنیم بازی گوشی. فرشاد خایلنت. میدونم خوب میدونین اسمم و شهرتم چیه. آره راوی خرپوشم و دنیای من این شکلیه. برای فرشاد سکوت چند خبر مهم دارم. واسه این گوگولی مگول یه شغل خوب سراغ دارم. وقتی اسفنجه داره همبرا رو سرخ میکنه. اخباتوس با مشتریاش سر پول بحث میکنه. خرچنگه تو دفترش ناخوناشو مانیکور میکنه. فرشاده با دلقکی دل همه رو شاد میکنه. زاهدا عمر گران ماله کشیدی بندگان. وای به حال کس که بر تو دل خویش داده پناه. اون میاد بیرون با خوشحالی. فرشاد سایلنت. امروز ویدیو جدید چی داری؟ ریاکت به کسچه. کانتنت فرشاد خیلی عالیه. فرشاد سایلنت. امروز با کی ویدیو بیرون میده؟ سودنگ نشد یکی دیگه. الان داره یه لقب جدید. فرشاد سایلنت. نه حالا با من تکرار کنی. فرشاد خایلنت. اومدی بالا با مال کشی. فرشاد خایلنت. بیا زیر پل بکنیم بازی گوشی. فرشاد خایلنت.